درود بر شما، درود 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 درود. چطورگانید دوستان؟ منم آژی دهاک در پادکست آژی تاک با شما همراهم با ویدیویی دیگر. لطفا لایک سابسکرایب و اینها رو کلا انجام بدهید. کامنت تو رو خدا و به دوستاتون اگر ویدیو رو خوشتون اومد معرفی کنید. خب یه ویدیوی سمی من پیدا کردم. اجازه بده اجازه بده اجازه بده اجازه بده. یه ویدیو سم من پیدا کردم که این ویدیو باشه اینجا. خب این دیدم آجی یه چیزی اومده تو فید من، نوشته سرگذشت مزدک نخستین جنبش کمونیستی در ایران باستان. داری مثلا همچی چیزی؟ پشمام ریخت، پشمام خلاصه بریخت. بعد گفتم آقا مگه داریم؟ مگه میشه کمونیستی ایران باستان مزدک؟ آقا خب خلاصه حسابی کفتری زدم و اینا. بعد اومدم گفتم آقا بذار نگاه میکنیم دیگه. 37 دقیقه ویدیو تاش میخواد بشه 2 ساعت دیگه نگاه میکنیم. آقا بعد اینجا اول یه ریز گوگلی بکنیم برای اینکه ریمایند بشه بهمون، یادآوری بشه بهمون. چیه؟ کمونیسم. خب که کمونیسم یعنی چی؟ کمونیسم به فرانسوی یا مرام اشتراکی یک ایدئولوژی و جنبش فلسفی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی است که هدف نهایی آن ایجاد یک جامعه کمونیستی است. جامعه‌ای که در آن مالکیت خصوصی بر ابزار تولید لغو شده و طبقات اجتماعی، پول و دولت وجود ندارد. خب کمونیسم را که آورد؟ در دوران مدرن متفکرانی نظیر کلود هانری سن سیمون، شارل فوریه، پیر ژوزف پرودون، نمیدونم من اینا فارسی نمیتونم بخونم، شاید انگلیسی بوده، من اسمشون رو دیدم و نمیفهمم چجوریه. خلاصه حالا با این حال اندیشه های کارل مارکس و فردریش انگلز نبود، حالا انگلس، شالوده اصلی کمونیسم را شکل داد. اونا رو گفته، اونا تاثیرگذار بودن. این دو نفر آخرم اوکی، کارل مارکس و فردریش انگلس. اوکی خلاصه چی بود؟ کی آورده اینا رو؟ مال کی بوده؟ از 1917 تا جنگ جهانی دوم حضور کمونیست‌ها در قدرت. نه نظریه‌اش کی اومد؟ اونو که میدونم. نظریه باز چسبیده به همون. بذار انگلیسی بزنم ولش کن. کارل فکر کنم با کی هست. آره کارل با کی. کارل مارکس اینونت کامیونیسم دقیقا. 1800 انگلس، فردریش انگلس 1848، یعنی قرن 19 اواسط قرن 19. اوکی بریم. منبع ما در این ویدیو این کتابه. آیین آها مزدک که بود؟ مزدک هم بدونیم سری که بود. Who was مزدک؟ داریم مثلا همچی چیزی تو انگلیسی؟ این مزدکه. مزدک was a Zoroastrian Mobad, Iranian reformer, prophet and religious reformer who gained influence during the reign of Sasanian emperor.
کاوه یا کاواد اول کواد نمیدونم. He claimed to be a prophet of Ahura Mazda. ادعا کرد که یک پیامبر اهورامزدا است و instituted social welfare programs. social welfare میخوایم اینجا دقیق باشیم، میخوایم معنیشو بدونم. that are underprivileged or disadvantaged because of poverty, poor education and unemployment. خب به فارسی باید چی بگیم؟ معنی. رفاه اجتماعی. ولفیر میشه رفاه، سوشال هم میشه اجتماعی، بهزیستی همگانی یا رفاه به فارس این چیزشه، این به قولن برگردان پارسیشه. رفاه اجتماعی یا بهزیستی همگانی. ایشون ادعا کرده بوده که زمان یکی از شاههای ساسانیان که بنده چیزم پیامبری از جانب اهورامزدا هستم و برنامه هایی برای رفاه اجتماعی مردم طبقه پایین دست آورده بوده. دیگه خلاصه ببینیم چی میگه. آها نگاه کن تا یه چیزی یادم نرفته، اینو ببینیم. منبع ما در این ویدیو این کتابه: آیین مزدک، نوشته دکتر سید علی مهدی تقوی. تمام شد و رفت. تو اون ویدیوی در مورد یهودیا بود. من آقا میخواستم بگم که آقا شما این حرفا که میزنی از کجاست؟ یا این ویدیو رو این کتاب آورده گذاشته اینجا جلوت، یا آقا ما بر اساس این کتاب داریم صحبت میکنیم. تمام خلاص اوکی. اون موقع من دیگه نمیگم حرفای تو اشتباهه. اون موقع اگه من دیگه بخوام ایرادی بگیرم میگم من با این حرفای این کتاب مخالفم. خلاص تموم شد. آها دوستان، این ویدیو سرگذشت مزدک 2 نقطه نخستین جنبش کمونیستی در ایران باستان دی پادکست، هم فلسفی هم مربوط به تاریخ، از موضوعای مورد علاقه منه. یه چند وقت بود ویدیویی که ربط داشته باشه به تاریخ و اینا نزده بودیم، الان میزنیم. دی پادکست 100% از یکی از چنل‌های پادکست پرطرفدار توی ایرانه و بریم ویدیوشون رو ببینیم. امیدوارم که اونجایی که من هستم خیلی چیز نباشه. دوستان سلام، من آرمان هستم. به دی پادکست خوش اومدید. شاکرم. همه ایرانی ها با آیین زرتشت و مانوی تا حدودی آشنایی دارن. مانوی رو فکر نکنم، ولی زرتشت رو فکر میکنم اکثرا حداقل شنیدن در موردش. ما هم قبلا در همین دی پادکست در مورد آیین‌های زرتشت و مانوی صحبت کردیم. لینک اون 2 تا ویدیو رو من در کامنت اول خدمتتون گذاشتم. امروزه چه در ایران چه در کشورهای خارجی هموطنانی داریم که همچنان پایبند به دین زرتشتن و از آیین خودشون پاسداری میکنن. اما میخوایم در این ویدیو با یکی دیگه از آیین‌های ایران باستان آشنا بشیم. آیینی که اصول و قواعد و باور خاص خودش رو داشت و تونست در زمان خودش پیروان زیادی هم جذب کنه. آیینی که پس از گذشت قرنها هنوز بحث‌های زیادی در موردش هست. فلسفه موزون به مزدکی که قصد داریم در این برنامه به این مکتب بپردازیم. موبدان دیگه روحانیون فکر نکنم کلمه خوب باشه. موبدان زرتشتی. یک کمکی من خودم کوچکتر میکنم. اوکی. قبل از پرداختن به آیین مزدک بهتر یک کمی با اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی ساسانیان آشنا بشیم. ساسانیان برای جلوگیری از توسعه طلبی‌های روم و همچنین ایجاد شرایط مناسب برای بازرگانی نیاز به یکدلی و یکپارچگی سیاسی، نظامی و مذهبی داشتند. بنابراین به سبک هخامنشیان یک انسجام دولتی و هم خیلی عذر میخوام، من یه لحظه حواسم جای دیگه پرت بود.
نیاز به یک روم های ساسانیان آشنا بشیم. ساسانیان برای جلوگیری از توسعه طلبی های روم و همچنین ایجاد شرایط مناسب برای بازرگانی نیاز به یکدلی و یکپارچگی سیاسی، نظامی و مذهبی داشتند. درست. خب بنابراین به سبک هخامنشیان یک انسجام دولتی و همچنین مذهبی به جامعه دادند. انسجام دولتی و مذهبی دادن. اردشیر بابک این برای من خیلی آشناست. این سیستم فکر میکنم از چنل کینگز اند جنرالز که چنل بسیار خوبی هست در مورد تاریخ. اگر اون چنل رو ندیدید حتما چیزشو میذارم. اگر انگلیسی میفهمید واقعا ویدیوهای بسیار خوبی دارن. این موشن گرافیه، حالا نمیدونم این چیزی که من میگم موشن گرافی، این انیمیشنه که الان اومد اینجا بالا. موشن گرافی ببخشید، این انیمیشنه که اومد بالا از چنل اونهاست. حالا دیگه بچه‌ها این تصویر و احتمالاً این چیز فارسی رو دیگه خودشون مؤسس سلسله ساسانیان از همون ابتدای پادشاهی آیین زرتشت رو به عنوان دین رسمی کشور آفرین. زمان هخامنشیان رسمی نبود اگر اشتباه نکنم. زرتشتی بود، وجود داشت ولی رسمی نبود. معرفی کرد. طبق سنگ نوشته های موجود امروزه میشه به درستی و صحت این ماجرا پی برد. ساسانیان بیش از اندازه به موبدان زرتشتی اهمیت میدادند و در زمان ساسانیان موبدان زرتشتی ارزش و مقام بالاتری نسبت به سایر افراد جامعه داشتند. آقا نگاه کن، فاز چیه؟ کجاییم؟ منو نگاه کن. سلام، هر کس سلام. ساسانیان نمیدونم باید چی جور نیستی. ساسانید اوکی. کی بودن؟ قرن دوم پس از میلاد. خب 400 سالم بودن، میشه قرن ششمه پس از میلاد. یعنی یک بخشی از چیزشون بعد از پس از فروپاشی امپراتوری بزرگ روم باستان بود. بقیهش دیگه میرفت یه 100 سال دیگه، 150 سالش میرفت تو بگی نگی قرون وسطا. قرون وسطا به چی معروف بود؟ قرون وسطا به چی معروف بود؟ به این بود که کلیسا تو اروپا دیگه به قولن روی مردم و اینا خیلی تاثیر داشت و اون به قولن چرچ و مرچ و اینا، اون پدر مدر و فاز و اینا، خلاصه خیلی رو زندگی مردم تاثیر داشتن. همه چیز رو کنترل میکردن همزمان با اون نهاد پادشاهی. اوکی، اینم من یهو خواستم بهتون بگم که و این میگم که این که الان گفت که موبدان زرتشتی و ساسانیان انگار تو زندگی مردم چیز بودن، تاثیر داشتن فلان و کنترل و این داستان ها، میخوام بگم که یه جورایی هم ارز بودیم با اونها تقریبا. کجاییم؟ بریم. کار تا جایی جلو رفت که قدرت دستگاه مذهبی بالاتر از قدرت پادشاه در مملکت شده بود و موبدان با سوء استفاده از دین و ثروت هنگفتی که به جیب زده بودند از مردم بهره کشی می‌کردند. روحانیون زرتشتی برخلاف فرموده های پیامبر بزرگ یعنی زرتشت و کتاب مقدس اوستا کارایی انجام میدادند که همه برای مقاصد شخصی خودشون بود. همونطور هم که در ویدیوی پیامبر مانی توضیح دادیم، یکی از اهداف مانی این بود که با نفوذ و فساد روحانیون زرتشتی در دربار پادشاهی مبارزه کنه. مانی تونسته بود در اروپا و آسیای دور طرفداران بیشماری دور خودش جمع کنه، اما با توطئه روحانیون زرتشتی که نفوذ زیادی در بین سلام من همین چند وقت پیش یه دونه چیز دیدم، نمیدونم تو استوریام دارمش که من اینو الان نشون بدم بهتون، ولی نگاه میکنم همزمان که دارم صحبت میکنم یه عکس دیدم تو توییتر در مورد یک معبد مانوی بود توی به قولن غرب چین، یعنی اون جایی که دیگه نزدیک تر بوده به ایران. معبد مانوی بود. بعد اون کسی که رفته بود اونجا عکس گرفته بود
میگفت هنوز چیزای به قولن اون نقاشیای مانی و اینا رو در و دیوار بود، ولی دیگه کم کم شده بود چیز، اون مکانه شده بود انگار تغییر کاربری داده بود به معبد بودایی ها، بودای خورشیدی همچی چیزی. و یه سری عکس‌ها و نمیدونم نقاشی و پقاشی و اینا بود رو در و دیوار که میگفت این طرحهای ایرانیه، برای کسایی که میگفتن مانی مثلا مال نمیدونم ترکستان بوده و چه میدونم از اونجا اومده بوده، چون فکر کنم فردوسی هم گفته بود که مانی ایرانی نبوده، مال ترکستان و چین و اونجا بوده. اما رو اون لباس اون خانومه که میبینید، بذار من ببینم یه جوری میتونم بگیرمش که این معلوم باشه، میبینیدش دیگه، این اسبه هست. بذار من نور سفر زیاد کنم. این اسبه هست تو طرحهای ساسانیان. ما این اسبه رو هنوز رو قالیای خودمون مثلا تو شیراز و شهرستانهای دور شیراز اینو میزنن. بذار من یه کار دیگه بکنم، چون این ویدیو قرار طولانی باشه من خیلی به خودم سخت نمیگیرم. خب خواستم اینو آپلود کنم روی چیز، روی اسکرین ببینیدش، ولی مثل اینکه باید این کار انجام بدم در پایان. خب بذار الان نظامش تو تلگرام میارمش براتون. خیلی چیز جالبی بود کلا در مورد مانی. من همیشه قضیه بودم، همیشه به قولن کنجکاو بودم در موردش. نمیدونم یه دونه دیگه هم بود فکر کنم اونم هست، حالا الان میارمش تلگرام. خیلی پوزش میخوام ازتون، من باید تلگراممو این ور باز کنم که احتمالا چیزی که لازم نیست نشان داده شود نشان داده نشود. خب اینو چیز کن، بازش کن. اینو ببینید، داریم الان تصویر رو؟ آره اوکی. اینو ببینید، این تو معبد مانوی ها پیدا شده بوده. بعد الان کجاست؟ تو موزه هنرهای اسلامی تو مالزی. بذار هنوزم هست. این تو معبد مانوی های بچه های فکر کنم سمت چین و اینا پیدا شده بود، ولی خب الان سر از چیز در برده، سر از موزه مالزی در برده. این یه عکس دیگه بوده توی جایی کشیده بودن، میگه که این مانیه، این زرتشت، این بوداست، اینم که کاکام جیزس، یسوع همون مسیح خودمون. خب بعد اون یکی اسبه، بیارش دیگه. اون اسبه میبینی مثل اون یکیه، مثل اینه تقریبا. وقتی چند تا طرح هست دیگه یعنی کاملا خودشه دیگه. اینم هست. زومم اگه هم بشه من روش میکنم، ولی خب زوم اینا همونطور که مشاهده میکنید. بعد اسم حاجی مانی رو که شنیدم یهو یادم افتاد که یه سری اطلاعات در مورد مانی منم دارم. ای بابا تو هم هنوز اینجایی. و این خانومه، لباس رو نگاه کن، دقیقا همین طرح اسب، دقیقا همین دوتا اسبی که روبروی هم هستن هست روش. و حالا اون نحوه بستن مو و اینا کاملا شرقیه، نقاشی های اون پشت و اینا
ولی خب این لباسه لباس به قولن ایرانیه دیگه، لباس ایرانیه با اون طرحهایی که دوران ساسانیان بوده و این حرفا. خلاصه همینو خواستم فقط نشونتون بدم. بریم دنبال ویدیو. ساسانیان اینو برای این نشون دادم که گفتم یه عده میگفتن که نه این مال ترکستان بوده و مال چین بوده و فلان و اینا. نه، یه روایتی هست که مانی تو تیسفون متولد شده بوده. داشتن مانی دستگیر و بعد هم برگردیم عقب. طرفداران بیشماری دور خودش جمع کنه. اما با توطئه روحانیون ولی من نمیدونستم مانی از اروپا پیروان داشته، واقعا نمیدونستم. زرتشتی که میدونستم تو شرق پیروان داشته، کما اینکه بهتون گفتم هنوز داخل شرق چین یه معبدی بوده که اونجا بیشتر معبد مانوی، یک معبد مانوی بوده، اما تبدیل شده بوده به یعنی دیگه تغییر کاربری انگار داده بوده به معبد بودای خورشیدی، همچی چیزی. نفوذ زیادی در بین ساسانیان داشتن، مانی دستگیر و بعد هم به دار آویخته شد. به فاصله کوتاهی مسیحیت هم در قرن سوم و چهارم میلادی در ایران اوج گرفت و حتی طرفدارانی پیدا کرد. این بار هم روحانیون زرتشتی که دینشون رو در خطر میدیدن، با قدرتی که داشتن پادشاهان ساسانی رو مجاب کردن که پیروان این چیزی که میگم صرفاً از شنیده هام و چیزایی که نتیجه گرفتم در طول سالیانه، یعنی هیچ اویدنس خاصی نداره، ولی خب به عنوان نظر من در مورد مسیحیت و یه جورایی مسیحیت کاتولیک بهتره بگم، مسیحیت کاتولیک که از روم غربی دیگه میاد بالا و اینا، میتونم بگم که به دلیل یعنی تحقیقاتی که حالا خود ایرانیا کردن خیلی به نظر مشکوک میاد، انگار واقعا یک دینی بوده که ریشه یک دین ایرانی رفت به مذهب میترائیسم داشته و انگار خیلی چیزاشو از میترائیسم وام گرفته و انگار یک میترائیسمی بوده که ترجمه شده بوده برای اروپایی ها و انگار الان اونا به یک همچی چیزی باور دارن. و حالا خیلی ران تاکسی تور بخوام بگم، مثلا ارتباط مثلا اون چه میدونم مراسم های به خصوص مثلا شب چیز، مثلا شب یلدا با مثلا تولد مسیح که مسیحی های مثلا چی بهش ارمنیا چی هن؟ ارمنیا اپوستولیک بذار ببینم، ارمنیان کریستینیتی، ارمنیان اپوستولیک چرچ، مسیحی های اپوستولیک حالا ارمنستان یا بچه های چیز، اونایی که کلن اونایی که از ارتودکسای روم شرقی و بیزانس دیگه مسیحی موندن، بچه های دقیقا اورینتال ارتودکس های بعد از روم شرقی، اونا باور دارن که توی اگر اشتباه نکنم مسیح تولدش متفاوته، حالا نمیدونم الان دقیق یادم نیست که چند روز قبله یا چند روز بعده، توی بهاره یا چند روز قبل توی زمستونه، ولی خلاصه کاتولیکا اینجوریان که با ما انگار میخوره تو شب یلدا و حالا دیگه مسائلی که اون ساندی و نمیدونم که روز خورشید و میترائیسم و اون سفر میترا به خورشید و فلان، این که نمیدونم میتراس همونی که
داخل اروپا بود اون زمانم، یه کسی بود که یه فرد انگار ایرانی بود با لباس ایرانی اون زمان قدیم باستان ایرانی بود و خلاص اینا. این صحبت در موردش هست، حتما احتمالاً یه ویدیو در مورد اینم بسازیم که بیشتر در مورد این قضیه صحبت بشه. احتمالاً ایرانی‌ها ساختن. خیلیا یه زمانی من یادم شوهای مثلا بیل موهر کیه در مورد این یکی دو بار صحبت کرده بودن که انگار کاتولیکی یعنی کاتولیکیزم از یک جای دیگه اومده و خیلی شباهت به اون مسیحیت اصلیه نداره. خلاصه ببخشید من پرچونگی میکنم. این تاپیکایی بودی که من در موردش این موضوعات من در موردش تو وقتای آزادم مثلا میخوندم برای تفریح خودم و خب یه سری اطلاعات یادم میاد، هی این مجبور میشم قلقلک میشم که بگمش. آیین مسیحیت در ایران رو مورد آزار و اذیت قرار بدن. و چقدر خوب که گفتن مسیحیت یک دینی نبوده که مثلا با ایران غریب باشه. مثلا الان ملت یه جوریان که اصلا مثلا مسیحی ها رو میبینن یه جوریان که میدونی چی میگم، یه فازی انگار فاز اروپایی میخوره بهشون. نه، واقعیتش اینه که مسیحیت عزیزم یک دینی بوده که در خاورمیانه متولد شده و اینجا رو شما نگاه کن، اینجا رو میبینی، اینجا مثلا اورشلیم و اینا بوده، خب که مسیح اونجا در اومده. حالا فرض کن ما مثلا 100 کیلومتر اینورتر قلمرو ایران باستان بوده. خب ما خیلی غریب نیستیم با این داستان که پیروان آیین مسیحیت، یعنی شما در نظر بگیری مثلا مکه اینجا بوده، اسلام از اینجا سفر کرده اومده اینجا یعنی بخوای خیلی مسخره بهش نگاه بکنی خیلی احمقانه است، ولی خب ببینی حتی مسیحیت به شما خیلی نزدیکتر بوده تا حالا مقایسه با اسلام. در ایران رو مورد آزار و اذیت قرار بدن. این رو هم بگیم از زمان نمرتی که داشتن پادشاهان ساسانی رو مجاب کردن که پیروان آیین مسیحیت در ایران رو مورد آزار و اذیت قرار بدن. این رو هم بگیم از زمانی که ساسانیان روی کار اومدن ما جامعه یهودیان رو هم در ایران داشتیم. دقیقاً. یهودیان هم در دوران ساسانیان در امان نبودن و بسیار مورد یهودی‌ها که از قدیم تو ایران بودن دیگه، از زمان هخامنشیان، اون داستان چه میدونم استر و مردخای که میگن زمان مردخای من نمیدونم دقیقاً زمان چیز بوده، زمان خشایارشا بوده، ولی حالا جالبه محققای ایرانی میگن اصلا هیچ وقت همچین چیزی نبوده که بابا همین جشنی که تاش میشه جشن پوریم که میگن جشن ضد ایرانیه، خلاصه میگن که اصلا اون زمان اصلا ایرانی‌ها میگن که اصلا همچین چیزی نبوده، یعنی اویدنسی نیست برش به صورت رسمی، یا سندی نداره، سندیت نداره و یه چیزی انگار برای خودشون جشن میگیرن. آزار و اذیت قرار می گرفتن. اون زمان دو شهر همدان و اصفهان یهودی نشین بودن که اینو هم من شنیده بودم که همدان و اصفهان همیشه از به قولن اون پایتخت های یهودیا تو ایران بوده. 2-3 نفر یهودی رو میشناختم که مهاجرت کردن به اسرائیل و محل سکونتشون قبل از اون سمت اصفهان و کاشان و اینجا بود. این آزار و اذیت ها در این دوتا منطقه خیلی به چشم میخورد. هرچند یهودیان ایران در ادامه شرایط خوبی پیدا کردند، چون در زمان شاپور یکم ساسانی بین حکومت و خاخامهای یهودی یک تفاهمی شکل گرفت و قرار شد با یهودیان ایران مثل زرتشتیان رفتار بشه و اونا هم بخشی از جامعه ایران باشن. همین اتفاق هم افتاد و یهودیان در کنار زرتشتیان در آرامش زندگی میکردن. حتی در لازم نبود حتما ستاره آبی بذارید، به نظرم لازم نبود حتما ستاره آبی باشه که بعضیا PTSD بشن روی جایی به اسم اسرائیل. این ستاره بوده ستاره داوود، حالا میتونستید طلاییش بکنید، میتونستید سفیدش بکنید. اون زمان که آبی نبوده رنگش، مطمئناً رنگای دیگه ای هم بوده. جنگایی که بین ایران و روم شکل گرفت هم داخل اون انیمیشنتون آبیه کلا با اون قرمز بک‌گراندش و سیاه پایینش خیلی رنگ خوشگلی درست نکرده.
یهودیان ایرانی برخلاف مسیحیان به ارتش ایران وفادار موندن، اما مسیحیان ایران به خاطر همکیشی که با رومیا داشتن هر از چنگایی به نیروهای ایرانی خیانت میکردن و نقشه ها رو به دشمن لو میدادن. در نتیجه از اون طرف سرکوب مسیحیان در ایران همچنان ادامه پیدا میکرد. اما این پایان کار نبود. احساسات ضد یهود در مقطعی در ایران بالا گرفت. دلیلش هم کشته شدن 2 موبد زرتشتی توسط یهودیان بود. در نتیجه این اقدام کشتار زیادی از یهودیان در شهرهای همدان و اصفهان اتفاق افتاد. این داستان تا زمان 20مین پادشاه ساسانی یعنی قباد ادامه پیدا کرد و همین قباد بوده. در زمان قباد شرایط تا حدودی آروم شد. منبع اصلی درآمد مردم در اون دوران کشاورزی بود، اما مردم معمولی حالا من یه لحظه به یه چیزی فکر کردم، قطع میکنم، عذر میخوام. مطمئنا این با چیزای دیگه فرق داره، باید پیوستگی تو صحبتشون وجود داشته باشه که کلام رو آدم متوجه بشه. اما احساس کردم مثلا یک چیزی ممکنه به ذهن کسایی که این ویدیو رو نگاه میکنن بیاد، اونم اینه که نگاه کنید مثلا یهودیا بد بودن، ما با یهودیا مشکل داشتیم. خیلی پیش می اومده که خیلی از شاهان مثلا به مردم ظلم میکردن، مردم عادی رو میکشتن. مثلا با ایرانی هم دشمن بوده، یعنی ما با خودمونم با هویت خودمونم دشمن بشیم. گرفتی چی میگم؟ دهقان بودن، اونا زمینی نداشتن و بسیار بهشون ظلم میشد. دهقان به انگلیسی میشه پزنت، یعنی کسی که از خودش چیزی نداره و برای لوردز کار میکنن. از کتیبه‌های بجامونده از دوران ساسانی کاملا مشخص میشه که نظام ایران بیشتر بر مبنای فئودالیسم بود. بله. زمینداران و اشراف ثروتمند بودن و رعیت‌ها که اکثریت جامعه را تشکیل میدادن در فقر زندگی میکردن. درسته، کاملا درست. نظام مالیاتی بسیار ناعادلانه بود و بعضی از طبقات جامعه از حقوق شهروندی و سیاسی محروم بودند. نظامی که در دوران ساسانیان روی کار بود نظام طبقاتی بود. این طبقات از یک طرف بر پایه مذهب و از طرف دیگه بر پایه قدرت بودند. هر دوشون در کنار هم یک نظام امپریالیستی رو تشکیل میدادن. گاهی اوقات هم این طبقات با همدیگه به تضاد میخوردن و شورش‌هایی در جامعه شکل میگرفت. در مقابل این نیروهای مردمی بودند که سرکوب میشدن. در این زمینه هانری ماسه، خاورشناس فرانسوی، به نکته جالبی اشاره میکنه. ببین، آفرین از روی کتابه مطالعه کرده، یه سری نتیجه ها گرفته، نتیجه ها رو داره میگه، بعد میگه فلان محقق هم این رو میگوید. می‌بینی باید سندا رو پشت به پشت هی بیاری. میفهمی چی میگم؟ سندا رو باید هی پشت به پشت بیاری. سند رو نیاری حرفت به درد خودت میخوره. خیلی ها حرفت رو قبول نمیکنن، خیلی هم قبول میکنن ها، به خودشون مربوطه، ولی خب خیلی هم قبول نمیکنن، مثل من. همه میدانیم که در دوره ساسانیان جامعه ایران شبیه فرویده به طور دقیق و مشخص به طبقات اجتماعی و متضادی تقسیم شده بود. بین نجیب زادگان و مردم از هر نظر اختلافات فاحشی وجود داشت. دیگه نمیخوام الان اینو فکت چک کنم، ولی حالا آخر ویدیو شاید فکت چکش کردم. هانری ماسه، جامعه آریگاتو گوزایماسه، دوره ساسانی یک جامعه محافظه کار بود. اشراف و ثروتمندا قدرت خیلی زیادی در این جامعه داشتن. بله. نظم و مقرراتی هم که در جامعه پیاده شده بود بسیار یک طرفه و غیر منصفانه بود. در دوران ساسانی ما یه مقرراتی داشتیم معروف به مقررات کاست. الان توضیح میدیم که این نظام کاستی یعنی چی. داستان تلخ و البته جالبی داره که هنوزم در بعضی از جاها امروزه داره اجرا میشه. کاست یعنی طبقات و قشرهای غیر نفوذ اجتماعی. حالا اینی که گفتیم یعنی چی؟ یعنی هر کسی در هر طبقه‌ای که زاییده میشه، این فرد دیگه حق انتخاب دقیقاً دیگه نمیتونه بره بالا. یعنی اگر مثلا فقیری نمیتونی بری
بین پولدارا. به طبقات دیگر رو نداره و تا آخر عمر باید در همون طبقه‌ای که هست زندگی کنه تا زمانی که مرگش فرا برسه. یه مثال بزنیم که قشنگ دستمون بیاد. فردی در طبقه کارگری متولد شده، شاید هم فرد بسیار با استعدادی باشه، بتونه در آینده زمیندار بشه، کارخونه دار بشه، اما نظام جامعه این اجازه رو بهش نمیداد. این فرد باید کارگر باقی میموند، چون در طبقه کارگری متولد شده، کارگر میموند و به عنوان یک کارگر هم میمرد. هیچ وقتم استعداداش کشف نمیشد. از اون طرف فردی مثلا در طبقه اشراف به دنیا میومد، در طبقه سلطنتی به دنیا میومد. خداست این آرتایی که زدن، خداست پسر. این فرد همیشه مورد احترام بود و همون دارایی ها و همون ثروت ها به این فرد منتقل میشد. همچنان زمیندار بود، کلی کارگر زیر دستش بود، شاید لیاقت داشتن این افراد رو هم نداشت، ولی به هر حال چیزی بود که جامعه براش در نظر گرفته بودن. به همین دلیل تضاد زیادی در این جامعه شکل می گرفت و معمولا طبقات خیلی با هم دیگه به مشکل میخوردن. نمونه همین نظام کاستی رو ما 1 سال پیش در ویدیوی دالیتای هندوستان ساختیم. لینکش رو این بالا خدمتتون میذارم. هنوز در بعضی از جاهای هندوستان این نظام کاستی یا طبقاتی از دوران باستان تا الان باقی مونده. در اینجا بهتره با 7 خاندان اشرافی که از زمان اشکانیان تا زمان ساسانیان در ایران قدرت و نفوذ داشتن آشنا بشیم. خاندان کارن، خاندان مهران، خاندان سورن، خاندان اسپندیار، خاندان سوخرا، خاندان سپهبد و خاندان زیک. اوضاع کشور در زمان 18مین پادشاه ساسانی یعنی پیروز ساسانی به قدری آشفته شد که جمعیت شهرها افزایش پیدا کرد. کشاورزان و دهقانها قادر به پرداخت مالیات نبودند. اونا از ترس ماموران مالیاتی مثل چیز دیگه، مثل میگم که انگار با قرون وسطا میخوره به هم. مثلا مثل حالا درست گیم آف ترون داستانش چیز بود، فانتزی بود، ولی خب تقریبا انگار مثلا تو قرون 12 13 قرون وسطا بود. یعنی قرن 12 13 میلادی که دیگه میشه نزدیک به اواخر قرون وسطا بود. و یادتون میاد دیگه هاوس بودن، هاوس آف مثلا استارک، یعنی خاندان استارک، خاندان مثلا چه میدونم لنیستر. دقیقا یه چیزی مثل همونه. از روستاها به شهرها کوچ کردند. این مسئله به قدری ادامه پیدا کرد که حکومت در تأمین نیازهای اولیه مردم در شهرهای بزرگ به مشکل خورد و شهرها پا به پای روستاها با بحران مواجه شدند. از طرفی در ایران یک قحطی 7 ساله رخ داد و خزانه کشور توسط شاهزادگان و روحانیون زرتشتی غارت میشد. بابا چرا میگه روحانیون؟ چرا نمیگه موبد؟ بابا کلمه داره خودش، واژه دارد خودش. بابا مگه شما فاز پارسی و اینا نیستید؟ خب اینو بگید دیگه. هی میگه روحانیون، من یه جوری میشم. فشار بر مردم رو افزایش داد تا مالیات‌های بیشتری بگیره. ولی این بله اون موقع هم ظلم میکردن داداش، اون موقع هم هرج و مرج میشده، اون موقع هم چه میدونم سوء مدیریت بوده، نمیدونم نالایقی بوده، از این حرفا. میفهمی چی میگم؟ بهشت نبوده اینجا. چی بهش میگن؟ آرمان شهر نبوده. اوکی؟ آرمان شهر نبوده. همون موقع هم مثلا فاکتاپ میشده، میرفته تو هم بنغازی میشده، بعد دیگه مردم هم شورش میکردن دیگه. یانه ماجرا نبود. در سال 484 میلادی، اینو گفتم چون بعضیا فکر میکنن آره دیگه زمان ساسانیان دیگه از آسمون عسل میباریده، مردم دیگه تایلند بوده دیگه، اینجا هم فقط اشغال، فقط رفاه، قشنگ برای خودشون میخوردن میخوابیدن، همینجوری سکه میومدن در خونه میدادن به مردم، بفرمایید ای ایرانی سکه بزن. میفهم چی میگم؟ گوشت بزن. چه میدونم ای راستی چرا تو شاه نمیشی اصلا؟ فازت نی کاکو فازت نی شاه بشی ناموسن؟ وزیر نمیخوای بشی؟ نه بابا اینجوری نبوده.
پیروز ساسانی در نبردی با هپتالیان در شمال شرق ایران شکست خورد و جونش رو هم از دست داد. از اونجایی که قباد پسر پیروز به سن قانونی نرسیده بود، پادشاهی به برادرش بلاش رسید. در واقع این بلاش بوده، اون پیروزشون بوده، این بلاشون بوده. شکوه و عظمت امپراتوری ساسانیان از زمان درگذشت شاه پیروز ساسانی به سراشیبی سقوط رسید. بلاش به پادشاهی رسید، اما نتونست با روحانیون و اشراف به توافق برسه. خزانه دولتی هم خالی شده بود و ارتش ایران در اوج ضعف قرار داشت. 4 سال از پادشاهی بلاش گذشت و در سال 488 میلادی بلاش توسط اشرافزادگان کور شد و برکنارش کردند. بعد هم فرزند پیروز یعنی قباد 16 ساله رو بر تخت پادشاهی نشوندن. قباد با کمک فردی به نام سوخرا اوضاع احوال مملکت رو تا حدودی آروم کرد. رفته رفته سوخرا همه کاره دربار شد و محبوبیتش هم بین مردم افزایش پیدا کرد. سوخرا بسیار کاردان و زیرک بود و امور مملکت رو به خوبی جلو می برد. اما قباد جوان حس می کرد که سوخرا قراره بهش خیانت کنه. به همین دلیل به دستور قباد سوخرا به قتل رسید. با قتل سوخرا خدا بگم چیکارتون نکنه، ادزی و آدیتوره اومد سوخرا رو زد. دادا ادزی و آدیتوره اومد، اساسین اومد سوخرا رو زد. ادزی و آدیتوره از دوره رنسانس ایتالیا اومد اینجا سوخرا رو زد رفت. ایران یکی از خردمندترین افراد سیاسی در فاز کاکو فاز نفر داشته کمک میکردی ها، چون تو خوبی داری فکر میکنی اینا ممکنه پلن بچینی سرمون حرکت بزنی. آره پس ما زودتر حرکت میزنیم. تاریخش رو از دست داد. در ادامه شاه جوان به فکر نقشه ای افتاد تا دست نجیب زادگان و موبدان زرتشتی رو بالاخره پارانوید از امور مملکت کوتاه کنه. در کتاب معروف مینوی خرد که اواخر دوره ساسانی و به زبان پهلوی نوشته شده، درباره بدکاری‌های روحانیون زرتشتی اینطور توضیح میده: روحانیون زرتشتی در ریاکاری، شهوترانی، بی‌توجهی به مسائل دینی و اخلاقی سرآمد بودند. همونطور که دیدیم کارهای موبدان زرتشتی اصلاً با اصالت پاک آیین زرتشتی و کتاب مقدس اوستا هیچ گونه سنخیتی نداشت. در همین آشفته بازار بود که زمینه برای پیدایش نهضتی نو فراهم شد. نهضتی به نام مزدک که روز به روز داشت شهرت می‌گرفت یعنی و در زمان قباد ساسانی به اوج خودش رسیده بود. کاکای کوچیکم از او یکی زن بوام مزدک. قبل از اینکه به جنبش مزدک بپردازیم بهتره با اصل و تبار این شخصیت باستانی آشنا بشیم. مزدک به معنای دانا و خردمنده. در مورد محل تولد مزدک حرف و حدیثا خیلی زیاده. عده‌ای اعتقاد دارن در تبریز به دنیا اومده، عده‌ای هم میگن منطقه فارس، اما بیشتر منابع اشاره به خراسان دارن. داداش مرسی از این پیوستگی اطلاعات. یه عده میگن تبریز، یه عده میگن فارس، یه عده میگن خراسان. الله اکبر. کلن باستان ایران همین شکلیه. اطلاعات کلن پخش و پلا، ول، داغون. یکی میگه یه چیزی، یکی میگه یه چیزی. همون قضیه گفتم، مانی هم گفتن یکی میگه اونجا دنیا اومده، یکی میگه اهواز دنیا اومده، یکی میگه تیسفون، یکی میگه نونم فارس. خراسان و شهر نیشابور. به احتمال زیاد مزدک در خراسان و شهر نیشابور به دنیا اومد. پدر مزدک هم از موبدان بزرگ در منطقه خراسان بود. مزدک از همون ابتدا این نابرابری‌های اجتماعی رو میدید. اون دیده بود که نجیب زادگان چقدر زندگیشون با افراد معمولی جامعه تفاوت داره. مزدک عاشق برابری بود و اعتقاد داشت این سیستم طبقاتی باید از بین بره. اون در سخنرانی‌هاش گفته بود خداوند برای تمامی انسان‌ها به یک
بنازم این عکسای AI پسر، صورت ها رو نگاه. AI آرت خدا ها، AI آرت سمو کجه، ولی خب باله. اندازه خوشی و حتی سختی در نظر گرفته و تمامی انسانها باید به یک اندازه از نعمتهای خداوند بهره مند بشن. به عبارتی مزدک طرفدار یک نظام سوسیالیستی بود که دوست داشت همه اقشار جامعه با هم برابر باشن و تعریفش دیگه میشه همین دیگه، به چیز امروز تعریفش میشه همین. از امکانات حکومت به یک اندازه استفاده کنن. رفته رفته مزدک معروف شد و به خاطر قدرت سخنرانی که داشت کلی طرفدار پیدا کرد. در اون دوران پادشاه ایران قباد بود. قباد از دست موبدان زرتشتی به سطوح اومده بود. قباد برای اینکه یه حالی به این موبدان زرتشتی و همچنین نجیب زادگان بده، تصمیم گرفت از مزدک و جنبش مزدکیان حمایت کنه. طرفداران مزدک مردمان ساده‌ای بودن. اونا از ظلم و ستم خسته شده بنده خدا خیلی آدم ساده ایه، صورتش نگاه بودن. این افراد اکثریت جامعه رو تشکیل میدادن. به همین دلیل این جنبش هر روز بزرگتر میشد. اما یه نکته جالب رو باید اینجا بگیم. جنبش مزدک برگرفته از یه جنبش دیگه ای بود که چند سال قبلتر اتفاق افتاده بود. سالها قبلتر فردی به نام بوندوس علیه روحانیون زرتشتی قیام کرد. بوندوس خودش یک مغ زرتشتی بود و خودش مغ بود. اعتقاد داشت روحانیون دربار دارن از آیین یکتاپرستی دور میشن و این روش پیامبر زرتشت نبوده. بچه عکسای AI و خدا نگاه داره خدا. اون حتی به شدت از حکومت ساسانیان انتقاد میکرد. بوندوس از شاهزادگان ساسانی خواسته بود دست از رفتارهای هنجارشکنانه بردارن. گفت بوندوس زمان کی بود؟ و به آیین زرتشتی رو بیارن و یکتاپرست بشن. چون اعتقاد داشت بوندوس میگفته شما دیگه یکتاپرست نیستین، دوباره برگردین ایمان بیارین. بزنم عقب. و به آیین زرتشتی بود دست از رفتارهای هنجارشکنانه بردارن و به آیین زرتشتی رو بیارن و یکتاپرست بشن. چون اعتقاد داشت موبدان و شاهزادگان نوشته های کتاب مقدس اوستا رو طبق دلخواه خودشون دارن تفسیر میکنن، نه اون چه که اهورامزدا است. چقدر آشنا هست اتفاقی که میافتاده او زمانو که به اون کتاب مقدس رو به نفع خودشون ترجمه میکردن، تفسیر میکردن. دستور داده. بوندوس شاگردان بسیاری داشت. یکی از اونا همین مزدک بود. بوندوس مدتی رو در امپراتوری روم گذرونده بود و تحت تأثیر تفکرات فیلسوفان غربی مخصوصاً افلاطون قرار گرفته بود. الله اکبر. در اصل این بوندوس بود که در ابتدای کار به اختلاف طبقاتی در پادشاهی ساسانی معترض شد. بعدها بوندوس از ترس دستگیری و اعدام ایران رو ترک کرد و به روم پناه برد. ای بابا. همینطور که گفتیم مزدک از شاگردان بوندوس بود و همون زمانم فردی با نفوذ و سخنور بود. مزدک تونست با پادشاه ایران یعنی قباد ساسانی دیدار کنه. اون قباد رو متقاعد کرد که برای مبارزه با نفوذ موبدان از مزدکیان حمایت کنه. البته یه پرانتز اینجا باید باز کنیم. خیلی اعتقاد دارن بوندوس هم عصر با مزدک نبوده بلکه 200 سال قبل از مزدک. بفهم چی بهت گفتم؟ ای بابا این صدایی که میاد شما نمیدونید چیه، من میدونم چیه. الان شاید شما هم فهمیدین چیه. ولش کن آجی، بذار همینجوری بمونه. آخر ویدیو دوباره برای ویدیو بعدی درستش میکنم. آجی هر کاری کردم نتونستم اینو کاریش بکنم، نمیدونم چشه. زندگی میکرد. دیدی گفتم آقا، باز پیوستگی اطلاعات در نوشته های ایران و باستان خیلی بده. میگه شاگردش بوده، بعد میگه یه منابع دیگه هست که میگه اصلا هم اصل نبودن با هم دیگه، مال 200 سال پیش بودن. خب چرا خب
بعداً مزدک آثار بوندوس رو خوند و تحت تاثیر این آثار قرار گرفت. بعضی دیگه هم اعتقاد دارن که مزدک شاگرد مستقیم بوندوس بوده که حالا دقیق نمیشه اینا رو گفت. به طور کلی باور و اندیشه‌های مزدک تحت تاثیر اندیشه‌های مانی و فلسفه بوندوس قرار گرفته بود. آیین مزدک ترکیبی مانی قبل اینا بوده. اوکی. از دین زرتشتی در دوره ساسانیان، آیین مانوی و رسم و رسومات مناطق روستایی در اون زمان بود. مانویان در دوران خودشون یک شعار خیلی معروفی داشتن. شعارشون این بود: آن که فقیر است فردا غنی خواهد شد. مانویان هیچ وقت نتونستن دیو چو بیرون رود فرشته در آید. این شعار رو عملی کنن، اما مزدکیان همین بنازم AI شعار رو اساس کار خودشون قرار دادن. در حدود قرن سوم میلادی بوندوس یک سری تغییرات گسترده در دین مانوی ایجاد کرد. مثلا از نگاه مانویان اصیل در انتهای جهان نور هیچگاه پیروز نخواهد شد و همیشه این تاریکیه که بر نور پیروز میشه. اما بوندوس اومد و این باور رو تغییر داد. اون اعتقاد داشت در نهایت نور بر تاریکی پیروز میشه. ای بابا چی شد؟ خب چرا؟ مگه شما نمیگی اونی که فقیر فردا غنی میشه؟ خب چرا تش دوباره باید تاریکی ببره؟ خب دوستان مانوی هر کس سلام، چه کار دارید میکنید؟ آقا خب چرا اصلا چجوری این باوره با اون یکی در میومده؟ هر کس که فقیر است فردا پولدار میشود. خب چگونه ما که امروز در تاریکیم پس فردا هم در تاریکیم؟ تش چجوری؟ میدونی چی میگم؟ یکم در نمی اومده با هم. پس دین مانویت به یک باره از بین نرفت، بلکه بعد از اعدام مانی تفکراتش همچنان در جامعه زنده بود و طرفدارانی هم داشت. قباد ساسانی برای خودش یک سری بعد مگه این یارو مغ نبود بوندوس؟ دوستان بچهای دی پادکست هر کس سلام، اگر این ویدیو رو دیدین خب شاید ببینید. حالا به هر حال من این سوالو میپرسم آقا، جوابی هم نخواهم گرفت، ولی خب میگم چجوری اینکه خودش موقع چیز بود، خودش موقع بگو زرتشتی بود، سلام، چگونه رفت تغییر به عمل آورد روی دین مانوی؟ مگه مانوی یه چیز جدا نبودن از هم؟ مگه جدا نبودن؟ چطوری بعد این کارو کرد؟ بعد به اونا میگفت خودتون به زرتشتی ایمان بیارید. ببخشید این سوال بود، پرسش. اهداف سیاسی داشت. اون احساس کرد اگر به مزدکیان نزدیک بشه و بهشون بها بده میتونه به این اهداف سیاسی دست پیدا کنه. فردوسی بزرگ در اثر ارزشمند خودش یعنی شاهنامه به ملاقات مزدک و قباد ساسانی میپردازه. فردوسی در این باره اینطور میگه: بیامد یکی مرد مزدک به نام، سخنگوی با دانش و رأی و کام، گرانمایه مردی و دانش فروش، قباد دلاور بدو داد گوش. به عقیده رینالد نیکلسون، برخلاف اونچه که در مورد مزدک و باورش نسبت به خیر و شر میگن، در واقع نظرات مزدک در مورد نور و تاریکی بسیار نزدیک به نظرات مانی و زرتشت بود. در نظام فکری مزدک خداوند وجود داره و خدا دارای 4 نیروی اصلیه: شناخت، حافظه، فهم و سرور. این نیروهای 4گانه در 4 تن ای آیا باز آوردن. خب متجلی میشن و این 4 تن به یاری 4 تن دیگر به جهانداری میپردازن. این چیز احتمالاً فور هورسمن آف اپوکالیپس، همون 4 سوار آخر الزمان. هر اتفاقی که در جهان میفته به دلیل ارتباط این نیروهای 4گانه است. ابوالمعالی اعتقاد داره مزدک هم یک زرتشتی بود، چنانچه مانی هم یک زرتشتی بود. مانی و مزدک همون عقایدی رو داشتن که زرتشت داشت و هر دو به نیروهای نور و تاریکی ایمان دارن.
مکتب مانی برگرفته از سنت‌های ایرانی باستان، مسیحیت و همچنین آیین بودایی بود که در ویدیوی زندگی نامه مانی مفصل در موردش صحبت کردیم. اصل مکتب مانی یک اصلیه معروف به دوالیسم یا دوگانه پرستی. یعنی ما در جهان دو اصل داریم، اصل روشنی که بهش خدا یا اهورامزدا گفته میشه و اصل تاریکی که بهش اهریمن گفته میشه. این دو اصل همیشه جاودانن و همیشه هم دارن با همدیگه میجنگن. اگر تضادی هم در دنیا وجود داره به خاطر جنگ بین این دوتا اصله. مانی جسم رو محصول دنیای تاریک و پلید میدونه، از اون طرف روح رو فراورده خوبی و روشنی. درست. اما در اینجای کار تفکرات مزدک تفاوت‌های عمده‌ای با تفکرات مانی پیدا میکنه. تفکرات مانی خیلی مربوط به عالم پس از مرگ و عالم عرفانی میشه، در حالی که تفکرات مزدک بیشتر بر پایه دنیای مادیه. خیلی راجع به زندگی در این دنیا صحبت میکنه. مزدک بر زندگی در این دنیا تاکید داره. مزدک به آقا این همه سخن گفت یکم رفت تو هم، نگاه کن. مزدک بچهای ایور، مانی بچهای اوور. تموم شد. اهورامزدا اعتقاد داره. اون میگه یزدان پاک هر کاری که انجام میده از روی اصالت و شناخته. وقتی ای آی اوورش حروف رومی هست، این ورش یعنی چی؟ یعنی کارهاش رو از روی اراده داره انجام میده. نسبت به کارهاش اراده داره. کارهای خداوند اتفاقی انجام نمیشه. درست. از اون طرف میگه برعکس نور، اهریمن اراده ای از خودش نداره و تمامی کارهای دنیای تاریک به طور اتفاقی داره انجام میشه. مزدک ادامه میده. اون میگه دنیای تاریک باعث میشه انسان به سمت حسادت و دروغگویی و کارهای بد حرکت کنه. درست. انجام کارهای بد در جامعه باعث میشه اختلاف طبقاتی به وجود بیاد. بعضیا فقیر بشن و یعنی گناه که میکنی مردم به چخ میرن. اوکی. اونقدر سیر باشن که ندونن با پولشون چی کار باید بکنن. مزدک برخلاف مانی اعتقاد داره که انسان‌ها هم در قدرت گرفتن تاریکی دخیلن. اون میگه وقتی در جامعه مردم با هم برابر نباشن بدی شکل میگیره و تاریکی قدرتمندتر میشه و اهورامزدا چنین چیزی رو نمیپسنده. صبر کن. میگه یعنی اگر صبر کن، میگه گناه بکنی جامعه به چخ میره، جامعه که به چخ رفته باز تاریکی پا میگیره. صبر بده. میدونم به نظر میرسه که من دارم شوخی میکنم، خب ولی دارم هم شوخی میکنم هم دارم شوخی نمیکنم. در قدرت چی کار فقیر بشن و بعضیا اونقدر سیر باشه طبقاتی حرکت کنن. یه بار دیگه بریم. انجام کارهای بد در جامعه باعث میشه اختلاف طبقاتی به وجود بیاد. بعضیا فقیر بشن و بعضیا اونقدر سیر باشن که ندونن با پولشون چی کار باید بکنن. خب گناه که میکنی باعث اختلاف طبقاتی میشه، یعنی باعث داغون شدن جامعه میشه. خب مزدک برخلاف مانی اعتقاد داره که انسان‌ها هم در قدرت گرفتن تاریخ اونو مانی میگه، اونو مانی گفت بعد در سالش نمیشه. از اون طرف میگه برعکس، یعنی کاری که انجام. مزدک به نور و اهورامزدا اعتقاد داره. اون میگه یزدان پاک هر کاری که انجام میده از روی اراده، نسبت به کارهاش اراده. عکس نور، اهریمن داره انجام میشه. مزدک ادامه میده. اون میگه دنیای تاریک باعث میشه انسان به سمت حسادت، باعث میشه اختلاف طبقاتی به وجود. نه اینم حرفای مزدک. اوکی، اینم حرفای مزدک بود. خب پس مزدک میگه اگه گناه بکنی جامعه داغون میشه، اختلاف طبقاتی، بعد استاف. خب پولشون چی کار باید بکنن؟ مزدک برخلاف مانی اعتقاد داره که انسان‌ها هم در قدرت گرفتن تاریکی دخیلن. مانی میگه که انسان‌ها در قدرت گرفتن تاریکی دخیل نیستن. اوکی. اون میگه وقتی در جامعه مردم با هم برابر نباشن، دقیقاً. حالا که از گناه اونا به وجود اومده، حالا که برابر نیستن دوباره، یعنی نگاه کن، گناه جامعه چخ، حالا جامعه‌ای که چخ باز بدی شکل میگیره و تاریکی قدرتمندتر میشه و اهورامزدا چنین چیزی رو حالا باز جامعه که به چخ رفته انگار انرژی میدن به بچهای تاریکی، بچهای تاریکی باز میزنن
قضیه رو کلا فاکت آپ میکنن. بعد از اون ور اهورامزدا اینجوری که حاجی نشده ملغاس، جمع جور کنید، بساط خوشم نمیاد. گرفتم اه داداش بذار من الان میام. یو بویز، من باز اومدم رفتم یه چیزی زدم اومدم. خب یکم برگردیم عقب. و تا یه وقتی در جامعه مردم با هم برابر نباشن بدی شکل میگیره و تاریکی قدرتمندتر میشه و اهورامزدا چنین چیزی رو نمیپسنده. اینو دیگه گرفتیم. پس ریشه قضیه چیه؟ جهانشناسی در عقاید مانی و مزدک به فلسفه افلاطون برمیگرده. افلاطون معتقد بود عالم محسوس مثل عالم روحانیه و امور این عالم سایه و عکس حقایق اون عالمه. مزدک پادشاهی قباد ساسانی بر ایران رو نمادی از حکومت خداوند میدونست و اعتقاد داشت همه چیز باید بر پایه دستورات اهورامزدا باشه. با وجود اینکه بر زندگی مادی تاکید داشت، اما آثاری از زهد و عرفان هم در تفکرات مزدک دیده میشه. مثلا اون اعتقاد داشت انسان اگه میخواد به ذات خودش برگرده باید از علایق مادی رها بشه. او پس یه چیزی گرفتیم بچه ها، مانی و مزدک جفتشون انگار یا حالا تصادفی، ولی خب تصادفی نمیشه چون گفت که بونوس بود، چی بود اون یارو، انگار تحت تاثیر افلاطون بوده. بعد احتمالاً مزدک هم که شاگرد اون بوده. خب مانی از کجا؟ مانی هم شاید بوده دیگه، حالا ما نمیدونیم. این از باورشون که این اگه این باشه اون باشه تاثیر میذارن رو هم دیگه. این میگه از نظریه‌های به قولن یعنی از تفکر افلاطونی اومده. بعدی چی میگه؟ بعدی میگه که به نظر میرسه بخش عرفانی تفکرات مزدایی اون اعتقاد داشت انسان اگه میخواد به ذات خودش برگرده باید از علایق مادی رها بشه. یه چیز حالت عرفانی درویش طوری دیگه. به نظر میرسه بخش عرفانی تفکرات مزدک برگرفته از باورهای مانی باشه، چون مزدک خیلی عامیانه به این خب دیگه مزدک مال این دنیا بود بیشتر تزاش، مانی روحانی و اون دنیایی بود. قضیه پرداخته. مزدک روابط بین خویشاوندان رو مجاز میدونست، اما کشتن حیوانات و خوردن گوشت و خون روابط میشه بین خویشاوندان یعنی چی؟ اونها رو اکیداً ممنوع کرده بود و حیوانات و خوردن گوشت و خون اونها رو اکیداً ممنوع کرده بود، ولی از اون طرف خوردن تخم و مرغ رو مجاز میدونست. پیروان مزدک پیراهن‌های بسیار درشت و خشنی بر تن می‌کردند و زندگیشون توأم با سختی و کشتن نفس و پرهیزکاری بود. اونا از بچه‌های فاز عرفان و هاردچیپ و کلن های زندگی دست کشیده بودند. مزدک گفته بود هرچه ظاهر است اهریمن راست و هرچه باطن است یزدان را. آدمیان باید همه چون تن باشند و در میانشان جدایی نباشد. مسئله زناشویی در دوران مزدک، من میدونی یاد چی افتادم؟ یاد این یارو افتادم. خوبه یکی دو تا مثال از گیم آف ترون زدیم، یاد این یارو افتادم من. یاد این یارو اسپارو کینگ گات، این یارو و های اسپارو دقیقا اینجوری بود. سیسش بعد با پای پتی را میرفت و اینا. بعد بچه هاشون حالت خیلی جدی و سم و زنجیر و چیز خشن و خیلی معنوی بودن و دنیا رو ترک کرد، تارک و دنیا بودن و یه جورایی.
می‌بینی؟ من یاد این فاز افتادم. مخصوصا وقتی که گفت خشنن. یک مسئله خیلی مهمی بود. جوری که حاجی ولی یه چیزی بگم، عجب کیفیت، واقعا عجب ویدیوی با کیفیتی ساختن، دمشون گرم. نجیب زادگان برای خودشون کل حرمسرا و شبستان داشتن و بعضیاشون غرق در مسائل جنسی شده بودن. کم کم ازدواج با محارم هم در جامعه شیوع پیدا کرده بود. از اونجایی که بزرگان زرتشتی دشمن شماره یک خودشون رو مزدکیا میدونستن، با محارم هم در جامعه مسئله خیلی مهمی بود. جوری که نجیب زادگان برای خودشون کل حرمسرا و شبستان را آدمیان باید همه چون تن باشند و در میانشان جدایی نباشد. مسئله زناشویی در دوران مزدک مسئله خیلی مهمی بود. جوری که نجیب زادگان برای خودشون کل حرمسرا و شبستان داشتن و بعضیاشون غرق در مسائل جنسی شده بودن. کم کم ازدواج شبستان یعنی چی؟ یعنی کارهایی که یعنی یه جایی هست که برای کارهای شبه. شبستان. با محارم هم در الکی یه چیزی از خودم ساختم ولی حالا نمیدونم درسته یا نه. در جامعه شیوع پیدا کرده بود. از اونجایی که یعنی چی در جامعه شیوع پیدا کرده بود؟ یعنی نبوده بعد چون اینا میکردن اواخر دوره ساسانی این قضیه اومده بوده؟ بزرگان زرتشتی دشمن شماره یک خودشون رو مزدکیا میدونستن، اومدن یه شایعه‌ای در جامعه پخش کردن. اونا به مردم گفتن که مزدکیان زنهاشون رو با هم به اشتراک میذارن. ای بابا، ای بابا. چه حرکت کثیفی زده بودن اونایی که زرتشتی موق بودن و اون بالا دستی ها که این حرکت رو زده بودن، چه حرکت کثیفی زده بودن. بعضی از مورخین اعتقاد دارن چنین چیزی از بیخوبان دروغ بود. حتی واقعیت برعکس این بود، چون مزدکیان محدودیت‌های شدید جنسی داشتند و رابطه بین زن و مرد چندان بین مزدکیان رواج نداشت. اینکه آیا چنین چیزی در بین مزدکیان بود یا نه دقیق معلوم نیست. رابطه بین زن و مرد بینشون وجود نداشت یعنی چی؟ یعنی که گی بودن آیا؟ و تا به امروز در حاله از ابهامه. اما همچنان مهمترین جنبه اندیشه‌های در ابهامه. اینم رفت تو ابهام‌های بقیه ابهام‌ها. مزدک برابری و عدالت بود. همین جنبه بشردوستانه مزدک باعث شد که اقبال لاهوری به مزدک لقب پیغمبر مردمگرای ایران باستان بده. بعضی از مورخین غربی نهضت مزدک رو نهضتی کمونیستی میدونن. برای اینکه بدونیم آیا جنبش مزدک کمونیستی بود یا نه، باید تفکرات کارل مارکس رو با مزدک مقایسه کنیم. کمونیسم از نظر مارکس جامعه بی طبقه با مالکیت واحد همگانی مردم بر وسایل تولید و برابری کامل اجتماعی همه اعضای جامعه. مارکس وعده پیروزی نهایی رو به طبقه کارگر میده. این وعده خیلی شبیه به وعده نهایی پیروزی نور بر تاریکی در آیین مزدکه. مارکس دو قطب مقابل همدیگر رو بورژوا و پرولتاریا معرفی میکنه. اما مزدک طبقات نچندان مشخصی رو در جامعه مطرح میکنه. شکاف عمیق بین مارکس و مزدک زمانی مشخص میشه که مارکس از طبقه کارگر میخواد دست به قیام بزنن و قدرت سیاسی رو به دست بگیرن و مالکیت خصوصی لغو بشه، در حالی که مزدک نه تنها به فکر تشکیل یک طبقه مجزای حکومتی در برابر اشراف نبود، بلکه قصد داشت قوانینی رو نابود کنه که برای مردم معمولی فقر و فلاکت به همراه داشت و به هیچ عنوان مخالف مالکیت خصوصی نبود. مارکس هیچ گونه نگاه مذهبی نداشت و حتی اعتقاد داشت با مبارزه طبقه کارگر دین در جامعه ریشه‌کن میشه، در حالی که مزدک یک نگاه مذهبی و حتی عرفانی داشت. مارکس میگفت برای رسیدن به هدف آرمانی استفاده از هر وسیله‌ای مجازه. به همین دلیل گاهی اوقات شیوه رسیدن به اهداف کمونیستی با خشونت همراه بود. این در حالیه که مزدک مخالف هدف وسیله رو توجیه میکنه. این جمله معروف کمونیستا خونریزی بود و طرفدار صلح بود. کی طرفدار خونریزی بود؟ با خشونت همراه بود.
این در حالیه که مزدک مخالف خونریزی بود و طرفدار صلح بود. پس میشه گفت که آنچنان هم کمونیستی نبوده. مزدک با حمایت‌های قباد ساسانی عقاید و باورهای خودش رو در کتابی به اسم زند به رشته تحریر در میاره. رفته رفته کشورهای همسایه هم از تفکرات مزدک باخبر میشن و از آیین مزدک حمایت میکنن. موبدان زرتشتی هر کاری کردن نتونستن از پس مزدک بر بیان. معلومه که نمیتونن، چون باید اول جامعه رو درمان کنی تا بتونی جلوی اونو بگیری. در نهایت شاهزادگان ساسانی وارد گود شدن. اونا فهمیدن تا زمانی که قباد سر کاره نمیشه با مزدک در افتاد. نجیب زادگان بعد از 10 سال قباد رو از سلطنت خلع کردند و در سال 496 میلادی قباد رو به خوزستان فرستادن. در اونجا دژی وجود داشت به اسم دژ فراموشی که محل نگهداری زندانیان سیاسی بود. قباد هم در این دژ زندانی شد. بعد از خلع قباد برادرش جاماسب پادشاه شد. قباد هنوز یاران وفاداری داشت و با کمک یارانش تونست از دژ فرار کنه. قباد به سمت هپتالیان رفت که در همسایگی شمال شرق ایران بودند. در سال 499 میلادی قباد دوباره به ایران برگشت و بدون جنگ و خونریزی و با کمک هپتالیان پادشاهی رو پس گرفت. این کار هپتالیان بیپاداش نموند و سالیانه قباد مبلغ قابل توجهی به هپتالیان میداد. البته دوستان عزیز، ما بعداً به طور مفصل به سلسله ساسانیان میپردازیم. به همین دلیل اینجا زیاد در مورد پادشاهان و درگیری‌های ساسانیان صحبت نمی‌کنیم. دمتم گرم. حوصله هم نداشتم، یعنی الان دیگه واقعاً بخوام کما میزدیم دیگه، مغزمون دیگه قرقاتی میشد. ولش کن. قباد دوباره به قدرت رسید. قدرت رو دوباره به دست گرفت. تا حدودی تغییر کرده بود. اون که به پیشنهاد مزدک زیاد دست به شمشیر نمی‌برد، این بار خودش رو درگیر چند تا جنگ کرد و رومی ها رو از ارمنستان و نواحی مرزی ایران عقب روند. قباد جنگ‌هایی با رومی ها داشت که مخالف عقاید مزدک بود، چون مزدکی ها مخالف هر گونه جنگ و خونریزی بودند. با وجود این کارا ولی همچنان از آیین مزدک طرفداری میکرد. حتی پسر بزرگش یعنی کاووس که حاکم طبرستان بود پیرو آیین مزدک شد. اما اون یکی پسرش یعنی خسرو انوشیروان مخالف آیین مزدک بود. خسرو انوشیروان اعتقاد داشت که مزدک دشمن تاج و تخت ساسانیه و به پدرش قباد گفته بود که مزدک قصد داره من و شما رو به زیر بکشه و از همه مهمتر مردی خائن و دروغگوه. داستان مزدک و انوشیروان یکی از جالبترین داستانها در تاریخ ساسانیانه. قباد به فرزندش انوشیروان گفت میتونی دروغگو بودنش رو ثابت کنی و اینکه چه دروغی گفته؟ انوشیروان جواب داد مزدک به همه گفته آتشکده داره باهاش صحبت میکنه، در حالی که چنین چیزی امکان پذیر نیست. واقعیت چیزی بود که انوشیروان میگفت. مزدک دروغ گفته بود. اون یک حیله‌ای به کار برد و به یکی از مریدانش گفته بود که در آتشکده پنهان بشه و زمانی که مزدک در جمع یارانش شروع به صحبت کرد، این مرید هم به جای آتش از مزدک تعریف و تمجید کنه. خسرو انوشیروان گفته بود اگه مزدک به جای آتش بتونه آب و باد و خاک رو هم به سخن در بیاره، منم طرفدارش میشم. قباد در حضور درباریان به انوشیروان گفت حالا چطور میخوای دروغگو بودنش رو ثابت کنی؟ خب انوشیروان گفت به من 40 روز فرصت بده تا یکی از مغان کاربلد رو پیدا کنم و ازش بخوام تا با مزدک مناظره کنه. اون وقته که دستش رو میشه. قباد قبول کرد. 40 روز گذشت و انوشیروان دادگر تونست حقیقتا جایی که زدن اونا رو نمیدونم از اساسین برداشتن و بردن این کفر و فلان، چه میدونم قاطی پاتیه، ولی خب باله، اون تصور قشنگی ایجاد میکنه. پیرمردی دانا از اهالی فارس رو پیدا کنه. بنازم بچهای فارس. پیرمرد رو به تیسفون آوردن. همه بزرگان در جایی جمع شدن. مزدک هم اومد و قرار شد مناظره برگزار بشه. خب مزدک در حضور درباریان به قباد گفت اگه در این مناظره پیرمرد دانا شکست بخوره، هم پیرمرد و هم انوشیروان باید کشته بشن. انوشیروان چند روز قبلتر داستان سخن گفتن آتش رو به پیرمرد دانا گفته بود.
ولی خب مزدک هم فرد دست و پا بسته ای نبود و درست. بدون شک شخص بزرگ و خردمندی بود. درست. حتی دستی هم در علم ستاره شناسی داشت. ای بابا. پیرمرد در اولین سوال از مزدک پرسید: تو زنان را مباح کردی. اگر 20 مرد با یک زن رابطه داشته باشن و زن آبستن بشه و بچه به دنیا بیاره، پدر بچه چه کسی میشه؟ مزدک جواب داد: من زن رو بر همه مباح نکردم، بلکه عقیده دارم هر کس، اعم از فقیر و غنی، باید یکسان از مال دنیا و زنان بهره مند بشه. اما در چند سال گذشته اینطور نبود. اکثر جوونا توانایی ازدواج با یک دختر رو هم نداشتن، ولی نجیب زادگان واسه خودشون حرم سرا داشتن و با 10 زن در رابطه بودن. خب پیرمرد هر سوالی که میپرسید با پاسخ خردمندانه مزدک روبرو میشد. پیرمرد تصمیم گرفت برگ برنده رو کنه، یعنی همون سخن گفتن با آتش. خب مزدک هم شستش از این قضیه خبردار شده بود. مزدک قبل از شب به 2 از یارانش گفته بود مسلح بشن و در جایی در آتشکده پنهون بشن. اگر پیرمرد و قباد وارد آتشکده شدن، این 2 رو به قتل برسونن. اگر این کار رو با موفقیت انجام بدن، مزدک هم داداش اصلا دست و بابسته مسکه نبوده و جیگر میخوادا، سفت میخواسته یارو رو بکشه، انوشیروان هم بکشه. ای مزدک ناغلا، ناغلا مزدک. مزدک این 2 رو در آینده سپهسالار خودش میکنه. انوشیروان که همچنان به مزدک شک داشت، به پدرش پیشنهاد کرد که اگر قراره به آتشکده بره، یک سلاحی زیر لباسش قایم کنه. اون شب همه به آتشکده رفتن. پیرمرد از مزدک خواست که با آتش صحبت کنه. خب مزدک شروع به صحبت کرد. اوکی. فردی که جای آتش صحبت میکرد گفت: من ضعیف شدم، باید از دل و جان قباد تغذیه کنم تا زنده بمانم. مزدک رو به جمع کرد و گفت: باید قباد رو به درون آتش بندازیم، چون این دستور آتش مقدسه. ای بابا. عده‌ای از مردم باور کردند و از قباد خواستن به درون آتش بره. اما پیرمرد دانا از همگی خواست تا مدتی دست نگه دارن. در همین مدت خسرو انوشیروان به یکی از یاران مزدک پول داد و ازش خواست واقعیت ماجرا رو بگه. اون مردم گفت که زیر آتشکده یک گودالی کنده شده و از داخل یک سوراخ صدای یکی از افراد مزدکی شنیده میشه. ای بابا. هنگامی که مزدک از آتشکده خارج شد، مأموران حکومت اون فردی رو که پنهان شده بود پیدا و دستگیر کردن. فردای اون روز قباد دستور داد که مزدک و تمامی یارانش در قصر پادشاهی جمع بشن. قرار بود طبق دستور انوشیروان دادگر مزدک و یارانش رو گردن بزنن. جمعیت زیادی در قصر حاضر شدن. هزاران نفر رو داخل گودالی انداختن و همه رو کشتن. در نهایت انوشیروان رو به مزدک کرد و گفت: تو دنبال تاج و تخت ایران بودی، اکنون سزای تو چیزی نیست جز مرگ. مزدک رو در غل و زنجیر کردن، بعد هم در چاهی انداختن. چاه رو با خاک پر کردن و روش رو پوشوندن. مزدک به این شکل دردناک کشته شد و به تاریخ پیوست. حاجی بعدم شکنجه نمی کردن ها. یعنی حسابی ایرانیا خوراکشون مرگ دردناک و شکنجه و اینا بود. این ای آی رو نگاه کن، این ای آی دیگه، این چیه؟ این حالت انگار عربی و ایناست. خب اون موقع اینا اینجوری لباس نمیپوشیدن، البته نیدونم، ولی خب شاید هم نیدونم، ولی خب این لباسه دیگه ایرانی نیست دیگه، آستین کوتاه انگار رومیه دیگه. بگذاریم، خیلی تو حاشیه نریم. مزدک بلا، اگه از من میپرسی، آخرش که من فهمیدم مزدک به اون یارو گفته بوده بری اون 2 اون پشت قایم بشین، اینا که اومدن اینا رو بکشین، اولش هم میگفت که چه میدونم دنبال خشونت و این چیزا هم نبوده. اگه از من میپرسی میگم حقش بود، والا خدا حقش بود. من طرفدار بچهای فارسم، پیرمردوها. بابا مگه تو نمیگفتی فلان چه میدونم صلح دوستی فلان، یهو
دغلکار و حرکت زن و اینا عذاب در اومدی که. ای بابا ای بابا. بنازم خسرو ایمورتال کاکو. خسرو ایمورتال مشتی. خسرو ایمورتالس انیمه مشتی. رقب رومی خسرو انوشیروان، خسرو جاویدان. دبش گرم. میگم این همون خسروه؟ خسرو انوشیروان این همونه که ایمورتاله، یا اینکه گفت خسرو دادگر؟ آخه لقبش دوتا شد، گفتم شاید این یه خسرو دیگه است. به هر حال اگه از من میپرسی آخرش به نظر من حقش بود. میگم یزگرد مزدک حقش بود. دیدی بابا جون، الان من خسرو هم. دیدی بابا جون، دیدی بهت گفتم این پوفیوز برای تاج تخت نقشه کشیده. بعد از این قضیه انوشیروان به سراغ پدرش قباد رفت، چون حس کرد تصمیمات اشتباهش داره مملکت رو نابود میکنه. انوشیروان با حمایت درباریان قباد رو هم در بند کرد و قدرت رو به دست گرفت. نه دیگه قباد دیگه نباید بابا تو در بند میکردی، باید میگفتی بابا بشین خونه. بابا بشین خونه، احترام همه اینا سر جاشه، بشین خونه دیگه، داستان نکن بابا. 43 سال حکومت کرده بود و در سال 531 میلادی از دنیا رفت. بعد از مرگ مزدک این جنبش از بین نرفت. بعد از مزدک همسرش زنی به نام خرمه پرچمدار این جنبش شد. در سالهای بعد به احترام خرمه اسم جنبش هم تغییر کرد و به جای نهضت مزدک بهش نهضت خرمدین میگفتن. بعد از ظهور اسلام و زمانی که ابو مسلم خراسانی به قتل رسید، هواداران ابو مسلم که قصد داشتن انتقام خون ابو مسلم رو بگیرن با مزدکی های کوهستان همپیمان شدن که البته در اون دوران معروف شده بودن به خرمدینان. خرمدینان قیام‌های بزرگی علیه عباسیان انجام دادند. معروفترینش قیام بابک خرمدین در آذربایجان بود که به انتقام خون ابو مسلم خراسانی صورت گرفته بود. ما تقریباً 3 سال پیش ویدیوی بابک خرمدین رو ساختیم، لینکش این بالا خدمتتون میذارم. بابک خرمدین تونسته بود پیروزی‌های خیره کننده علیه عباسیان داشته باشه، اما در نهایت با خیانت دوستش افشین به دام عباسیان افتاد و ای افشین آشغال هم کشته شد. خیلی اعتقاد دارن خرمدینان جدا از مزدکی ها هستن، اما بعضی از منابع هم میگن خرمدین ها در ادامه آیین مزدک بودن. آقا دیگه اینقدر ناپیوستگی نکنید دیگه بابا، هرچی مال اون موقع خیلی ها فلان خیلی ها بیسار. چقدر بده که حالا دقیق این هم مشخص نیست. خیلی بده. درسته که بعد از قتل مزدک واقعا پیروانش سردرگم شدن و نتونستن به ثبات و جایگاه قبلی برگردن، اما بعد از حمله اعراب به خصوص در دوران امویان و عباسیان جنبش‌های زیادی توسط مزدکی‌ها علیه نیروهای اشغالگر صورت گرفت. مزدکیان تا آخرین نفس در کنار ایرانیان زرتشتی مبارزه کردند تا دست بیگانگان از دخالت میگه برادر علیه برادر، برادر و برادر علیه کافر. این همیشه تو تاریخ اتفاق افتاده. یونانی ها هم با خودشون درگیر بودن، همجوری هم دیگر میکشتن و میجنگیدن و اینا. بعد داریوش که حمله کرد، خشایار که حمله کرد، یهو گفتن که نه، بیا بریم با دشمن مشترک بجنگیم، در امور ایران ساقط بشه. به مزدک چنین گفت کسری که رو به درگاه باغ گرانمایه شو. درختان ببینان که هر کس ندید، نه از کاردانان پیشین شنید. بشد مزدک از باغ و بگشاد در، که بیند مگر بر چمن بارور. همان گه که دید از تنش رفت هوش، برآمد به ناکام زو یک خروش. یکی دار فرمود کسری بلند، فروهشت از دار پیچان کمند. نگون بخت را زنده بردار کرد، سر مرد بیدین نگون سار کرد.
از آن پس بکشتش به باران تیر. تو گر باهوشی راه مزدک مگیر. بزرگان شدند ایمن از خواسته، زن و زاده و باغ آراسته. همی بود با شرم چندی قباد، ز نفرین مزدک همی کرد یاد. به درویش بخشید بسیار چیز، بر آتش کده خلعت افگند نیز. ز کسری چنان شاد شد شهریار، که شاخش همی گوهر آورد بار. از آن پس همه رای با او زدی، سخن هرچه گفتی از او بشنودی. دیگه آخرش دیگه خیلی سم شد دیگه، خیلی سم شد. وای. خب دی پادکست، آقای مجید غلامی، اشکان حافظی، آرمان حافظی. خب آقا، بسیار بسیار ویدیوی خوب و آموزنده‌ای بود. من شخصا خیلی چیز یاد گرفتم و امیدوارم که یادم هم بمونه همیشه. دیگه در همین حد یادمه که بچه‌ها مزدک و مانی و مزدک بچه‌های دنیوی بودن و اینا، ضد چیزای طبقاتی، ولی خب یه سری کارهای بد ناموسی رواج داده بودن، مثل که بعد برای خودشون هم دلیل داشتن، مثلا حالا با منطق اون زمان. بعد دیگه آخرش هم که به نظر خیانت کرد و میخواست دیگه شاهو بکشه و شاه و پسرشو میخواست بکشه و اینا، که دیگه انوشیروان گفت کاکو سرش گیرده، جی جی گود بای، بود خوش اومدی. خب دوستان، پادکست پرطرفدار و محبوب دی پادکست، سابسکرایب، لایک اگه خوشتون اومد. ویدیوی سرگذشت مزدک، نخستین جنبش کمونیستی در ایران باستان. خب امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این ویدیو. من خودم شخصا خیلی حال کردم مثلا با کیفیت ضبط ویدیو و در کل سرهمبندی. آیا عکس‌ها بال بود و امیدوارم که همینجوری ویدیوهای خوب بسازم و همیشه زنده و سربلند باشد. خب تا خدا هست، مشکلی نیست، چش رو هم بذاری هاشمی نیست. شاب خیا او مورته.